هر کی که هست باید به آموزش اعتقاد داشته باشه حداقل. نه یه لحظه عکس‌ها رو ببینم. آها آبیه بعد. شوپنهاور که اینجوری با اینکه خیلی تحقیر میکنه ولی اینجوری حرف نمیزنه. دکتر شریعتی هم اینجوری حرف نمیزنه. اگه ما زنها نبودیم شما هیچی نبودیم. هیچی. سلام. مرسی. سلام وقتتون. متشکرم. سلام. مرسی. سلام. مرسی. زن دروازه جهنم وام و فساد است. وجود زن بزرگترین منشأ انحراف بشریت است. هر گونه آموزش برای زن رو باید مرد انجام دهد و زن برای آن ساخته شده که تسلیم مرد باشد. زن حیوانی است با گیسوان بلند و افکاری کوتاه. زن حیوانی است که نه استقامت دارد و نه استوار است. خدا زن و برده را آفرید تا به مرد خدمت کند. هر چی که حدسم بذارم دیگه. ملا عمر. صادق خلخالی. فکر کنم این اشتباهه. عبدالکریم سروش. برتراند راسل. فیلسوف و دانشمند مطرح بریتانیایی. سقراط. این درسته؟ مرسی. بزرگترین فیلسوفان مسیحیت در قرن وسطا آگوستین. خیلی همش درست بود. زنان نزد شما امانت‌های خدا هستند. آزارشان ندهید و بر آنها سخت نگیرید. خب من الان بخوام یه متنی راجع به این بگم، اینو امیرالمومنین گفته و خیلی از ماها هم اعتقاد داریم به امام‌ها و پیامبران اینا، ولی خیلی از چرت و پرتایی هم همین افرادی که من اینجا زدم گفتن. مرسی خیلی ممنون. متشکرم. مرسی.